صبح امروز ماشین خدمتی رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان علیشیر میرزان‌آباد به دریای پنج سرازیر شد. جستجوی ماشین و سرنشینان آن ادامه دارد. در خبری که دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ساعت پیش نشر کرد، گفته می شود که هنگام فاجعه در داخل ماشین خود رئیس ولایت، یاردمچی او سعدانشاه جنابیلچایف، اینچنین همسر و یک فرزند علیشیر میرزان‌آباد قرار داشتند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر این خبر سبب رخ دادن فاجعه را در سرعت بلند حرکت ماشین تمغه لند کروزر 200 نامیده گفته است. راننده سینا مبارکشایف از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده در کیلومتر 282 شاهراه دوشنبه خاروق در بین دهه‌های زیغر و یخچیسار ناحیه درواز به صدمه دچار گردید. حادثه را پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان تحت نظارت گرفته با دستور او وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سیمومین یتیموف، رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده رجب علی رحمانعلی و دیگر شخصان مسئول به جای حادثه رفتند. علیشیر میرزان‌آباد معاون رئیس مجلس ملی است و برای شرکت در جلسه پلات بالای پارلمان به دوشنبه آمده بود. علیشیر میرزان‌آباد 46 ساله است و از سال 2021 رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان می باشد. پیش از آن معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بود.